I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. سلام و عرض ادب خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم که خوب و خوش بوده باشید و یک روز بسیار پر انرژی رو پشت سر گذاشته باشید. امروز اومدم تا به یکی دیگه از محله‌های تهران سری بزنم و به شما این محله رو نشون بدم. اینجا تقاطع خیابون‌های سعدی و خیابون جمهوری هستش. این محل رو انتخاب کردم به خاطر اینکه هم بازارتور هستش و هم بافت تاریخیش تا حدود زیادی باقی مونده. حالا بریم که با هم از خیابون سعدی به سمت دروازه دولت و مترو دروازه دولت حرکت بکنیم تا هم حال و هوای اون رو ببینیم و هم از ساختمان‌های تاریخی باقی مونده در این خیابون دیدن بکنیم. همچنین در ادامه ویدیو قراره به موزه پمپ بنزین تهران هم یه سری بزنیم. از همراه من بمونید. ساختمانی که ملاحظه می‌کنید در حال حاضر به عنوان ساختمان بیمه ایران مورد استفاده قرار می‌گیره که از نظر من نمای آن بی‌نظیر و بسیار زیباست. به عنوان یک معمار وقتی توی خیابون قدم میزنم معمولاً به ساختمان‌ها توجه ویژه‌ای دارم، اما برای یک معمار واقعاً چیزهای ناراحت کننده‌ای وجود داره که شاید به چشم یک شهروند عادی نیاد. توی کشور ما امروزه فرهنگ ما نسبت به گذشته تغییر کرده و فرهنگ منگرایی به جای فرهنگ ماگرایی پدیدار شده و متاسفانه این موضوع توی معماری امروزمون کاملا مشخصاً به چشم میخوره. با ساختمون هایی که توسط بساز بفروش ها ساخته میشن که کاری نداریم چون تکلیفشون کاملا مشخصه، اما معتقدم حتی ساختمون هایی که توسط معماران ساخته میشن فاقد ارزش معماری شهری هستند، چون متاسفانه در حال حاضر هیچ نظارتی وجود نداره و هیچ سبکی برای معماری شهری و هیچ قوانین خاصی اجرا نمیشه. به خاطر همین موضوع ساختمون ها هر کدوم ساز خودشون رو میزنن، استفاده از متریال های متفاوت، سبک های متفاوت و چیزهای از این قبیل باعث شده تا شهر ما تبدیل به ساختمون هایی مجزا که هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارند شده. و در حال حاضر اگر بیایم شهرهای خودمون رو با شهرهای معروف جهان مثل پاریس، مثل روم و شهرهای اینچنینی که البته تاریخچه‌شون نسبت به شهرهای ما بسیار بسیار کمتر مقایسه بکنیم، اون شهرها مثل این میمونه که وارد یک حجم، وارد یک جسم منسجم شده باشید، اما شهرهای ما چنین حسی رو القا نمی‌کنن که رعایت سبک میتونست کمک شایانی به این موضوع بکنه که البته این اصلاً به این معنا نیست که همه ساختمون ها قراره یک شکل و عیناً شبیه هم باشن،
بلکه در چیزهای کلی شبیه هم خواهند بود، اما در جزئیات کاملا متفاوت و خلاقانه هستند.
به این قسمت از خیابون دقت بکنید که تقریبا میشه گفت هنوز دست نخورده باقی مونده. میتونید ببینید که چه پرسپکتیو یا دید زیبایی ایجاد کرده. نه تنها یک نواختی اون آزاردهنده نیست، بلکه بسیار زیبا و جذابه. ساختمان‌هایی که در نبش خیابون‌ها قرار گرفتن یک وجه تمایز بسیار جذابی ایجاد می‌کنند. همراهان گرامی، متشکرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. در ادامه هم باشید. امروز این خیابون از خیابون‌های تهران رو به عنوان یک معمار و از دید و منظر خودم بهتون نشون دادم. دوست دارم در قسمت کامنت ها به هم بگید که آیا شما هم به شهر چنین دیدی دارید یا ساده ازش عبور میکنید بدون اینکه به هیچ جزئیاتی دقت بکنید و حالا آیا چیزی براتون تغییر کرده یا نه. بنابراین منتظر نظرات ارزشمندتون هستم. خب تقریبا رسیدیم به موزه پمپ بنزین. بریم که ببینیم اینجا چه خبره. طب از زمانی که سرکله اتومبیل ها در ایران پیدا شدن، پمپ بنزین ها هم ایجاد شدن. اینجا یکی از قدیمی ترین پمپ بنزین های شهر تهران هستش که قدمت اون برمیگرده به حوالی سال 1310 که تقریبا میشه گفت فضای اون دست نخورده باقی مونده و تعدادی خودرو به صورت نمایشی در اون به نمایش در اومده. اما جالبترین قسمت این موزه قسمت دیسپنسرهای بنزین یا همون تلمبه های توزیع بنزین هست که از ادوار تاریخی مختلف به جا موندن که تنوع و توسعه اونها به مرور زمان رو میتونید اینجا ببینید. به آخر ویدیو نزدیک شدیم. متشکرم که در این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم لذت برده باشید. حمایت از من رو با لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. اگر پیشنهاد و یا انتقادی دارید و یا دوست دارید جایی رو به من معرفی کنید برای ویدیوهای بعدی، بسیار خوشحال میشم که اون رو با من به اشتراک بذارید. اگر به این دست از ویدیوها علاقه دارید حتما به ویدیوهای قبلی من هم سری بزنید.